پدر خداوند ما عیسی مسیح تو رو میپرستیم، با دلی فروتن در حضور تو هستیم و برای نسل جوان دعا میکنیم، برای اونهایی که در سختی و جفا ایستادن و هنوز نام تو رو با جرأت به زبون میارن. خداوندا اونها رو در محبت و قدرت روح القدس غرق بکن. در میان اشک‌ها و ترس‌ها بگذار چشمانشون تو رو ببینه و از حضور تو آرامی پیدا کنن. زخم‌های عمیق دل و ذهنشون رو شفا بده و اونهایی رو که خداوند احساس تنهایی و فراموش شدگی دارن در آغوش پدریت بگیر تا بدونن که هرگز تنها نیستن. برای نوجوانان و دانشجویان مسیحی در ایران دعا میکنن. ای خداوند تو میدونی چه فشارهایی رو تحمل میکنن. به اونها حکمت بده تا در میان مردم با محبت و فروتنی گام بردارن و در عین حال ایمانشون رو پنهان نکنن. دلهاشون رو از ترس خالی بکن و با شجاعت آسمانی پر کن تا در تاریکی مثل نور بدرخشن. در راه تحصیلیشون خداوند از آنها محافظت کن، در آینده بتونن با توانایی و استعدادی که از تو دارن به قوم خودشون، خانواده خودشون برکت بدن. همچنین دعا میکنم برای خانواده هایی که به خاطر ایمان از هم جدا شدن. پدر آسمانی، اشکای مادران و دلتنگی فرزندان رو تو میبینی. با فیض خودت اونها رو تسلی بده، قوت بده تا در انتظار دیدار دوباره امیدشون رو از دست ندن. ما ایمان داریم که هیچ دیواری بلندتر از محبت تو نیست. پس راهی مهیا کن تا دوباره در کنار هم قرار بگیرن. و ای خداوند، دعا میکنم برای جوانانی مثل خودم که خانه و سرزمین خودشون رو ترک کردن. دعا میکنم دلشون رو در غربت در جایی که هستن تسلی بده. اجازه نده ریشه ایمانشون سست بشه، بلکه روز به روز عمیق‌تر در مسیح رشد کنن. از آنها کسانی بساز که با زندگیشون نوری از فیض و حضور تو رو در این جهان تاریک منعکس میکنن. خداوند نسل جوان رو به دستان تو میسپاریم. بگذار در میان سختی ها ایمانشون چون طلا در آتش خالص بشه. بگذار عشق و حضور تو امیدی تازه در دلهاشون به وجود بیاره تا با زندگی و شهادت های خودشون نام تو رو هر جا که هستن جلال بدن. به نام عیسی مسیح، آمین.